1 نه خیلی سبزیجات دوست ندارم. اگه دوست داشتم قطعا این خوب بود ولی الان نه. نمیدونم عاشقش میشم یا ازش متنفر میشم. گریه نه طبیعیه. سوشی زن مثل برنج صحفایی خوبه اگر اصلا اینو تست میکنم خوبه دردن تو اینو تست یا اول انگار که مثلا یه قاشق برنج و مخلفات آماده بهت دادن. هست وقتی که بشقابای این شکلی داریم که آیتم‌های مختلف داره به نظرم اگه این آیتم‌ها رو با همدیگه همزمان تست کنیم یه ترکیب جالب و یه طعم باحال میده. شاید تک تک آیتم‌ها جدا جدا اونقدر جالب نباشه. خب میگه به نظرم که سوشی که من خوردم الان جلبک نداشت گویا اصلش میگن مزه جلبکشه انگار که خیلی متفاوتش میکنه با غذای دیگه ولی خب نداشت دیگه. الان من حس کردم دارم یه مثلا قاشق میگو سوخالی و برنجی که یکم خوب دم نکشیده میخورم چی میگن شفته شده اینجوری بود. دفعه بعدی حتما با جلبکش تست میکنم و خامش با اینکه اصلا دوست ندارم. چیزایی که میخوایم تست کنیم اسمشون نمیدونم ولی به ادیتوری که وجود نداره میگم اسمشون بنویسه. دیدی میگم به ادیتور میگم فلان کار کنه نه ولی اسمشو اگه حالا دونستم تهش می‌نویسم اگر این ویدیو اصلا تبدیل شد به ویدیو یوتیوب. البته یخم شده دیگه. نده. این اسمشو میدونی؟ میگو سوخالی این. میگو. سه تا میگو. اینم هست. بیار بالا باز خوبه مثل چهار باز اوکی 2 1 بیار من خودم واقعا ناده خیلی یه بار دیگه 3 2 1 من خیلی سبزیجات دوست ندارم. اگه دوست داشتم قطعا این خوب بود ولی الان نه. صبر کن. این گوشت چی بود؟ گوشت اسم خاصی داشت؟ اسمشو میدونین؟ گوشت خوکه الکی. بیف میشه گوساله. این گوشت رو خوردم خیلی خوشمزه بود. یه بار دیگه جاتون خواهدین دلتون نکشه. مثلا پیازچه و اینا توشه. پیازچه‌شو من دوست ندارم ولی گوشت اینقدر قالبه که واقعا خوبه. این منگوه هم با دست می‌شویم. طعم این منگوه بیشتر. این فقط یه منگو سوخالیه. چیز طعم خاصی نداره. سبزیجات کدو هویج پیاز این سفید رنگ هم جوانه شبتره که مثل برای گارنیشش استفاده میشه مرغش هم دلخوری یا مفکی باشه. سس تریاکی هم ماده ملس و شیرین و دودهی میده که حالا تمامی سبزیجاتش تخت داره. اینم که مدل مرغ هست
بله. نودل مرغ. این گارلیک بیف هستش، تمامی سبزیجاتش خارش و طعمدار شده. و اینکه سسش سیری و ملسه. اینم که مدل سبزیجات هستش. سبزیجاتش درست. اینم که میگو بود. تشکر. بله، میگو اصافه. دست شما درد نکنه. مرسی. ممنونم. قرم باشه کدومشو دفعه دیگه دوباره میخوریم؟ من این گوشت داره. فراره. گوشت شیرین نیست یکم؟ نه اتفاقا چون پیازچه داره که این طعم پیازچه و گوشت خیلی باحال شده. دوستش دارم. کلا یه ذره حالت شیرینی دارن، حتی این آره هم این داره شیرین داره ولی خوشمزه است. و چون مثلا سبزیجاتی که من دوست دارم مثلا هویج، کدو، اینو من دفعه دیگه ممکنه مثلا اگه دوباره بیام اینو میخورم به نسبت اینای دیگه. مثلا واقعا نودل من تو خونه ترجیح میدم تو خونه بخورم، چیزی که دوست دارم خاطیش کنم. ولی اینا نه، اینا باحاله. البته اینا هم خوب بوده، ولی میگم دقیقاً از این نودلایی که تو خونه درست می‌کنی میداد.